دوستان گرامی، بریم واسه جمع کردن گیربکس پژو 4. این از قطعات خود گیربکس که ما میخواییم کلا قطعه به قطعه توضیح بدیم. نصب این قطعات روی خود پوسته با دندار با نقطه‌های طلایی. خب اینجا تقسیم دنده ما داریم. پایه تقسیم دنده رو ما بستیم و خود این تقسیم دنده ها رو تقسیم میکنیم. این دوتا شیار هستش ما بین این دوتا که حالت فنریت داره واسه تقسیم دنده میفته. فنریت خیلی سفتی. جای نشیمنگاه این دوتا پایه این تقسیم دنده این صورته. میل تقسیم دنده رو داریم. ماهک این قسمت میفته. بذارید بزنید که روان باشه. خب ماهک دنده رو داریم. به این صورت اینجا هم گوشی بیا جلو. اینجا هم جای پیمه. خب پیم ما میخوایم جا بزنیم. پیم ما جا رفت. فنریت داره. تست فنریت تقسیم دنده. خب حالا این قسمت رو مثل عقب جلو کردن اینجا میخوره. دو شاخه عقب جلو کردن این تقسیم دنده به سمت عقب یا به سمت 3 و 4 یا به سمت 1 و 2. از این قسمت هم این قسمت این تیکه که روغن ریزی داره خاطر این اورینگه که خشک میشه. این اورینگ نو داریم میندازیم روش. اینجا بدون فنر میخوره، بدون واشر تخت. قطعاتش اینه. رینگو ما انداخت اینجا. اینم واشر. این فنر اینه که روش میخوره. خب پیمه جا بزن. جاش ببین میزونه. جاش نگاه کن میزونه. این پیمو ما جا زدیم. ببین حالا هدایتش میده قسمت اون دنده که میخواد. حالا 1 و 2 باشه، 3 و 4 باشه و دنده 5 عقب باشه. خب قسمت هم بدون فاصلمت میخوره. قسمت ماهک این قسمت کاسه نمده ماهک. خب
حالا بیا اینجا. ساچمه حالت ساچمه مانند میشه، بوش داره. با فنر دادن عقب. خب پیچیم. قسمت موشکی که داره رو همین فنریتی میفته واسه برگشت دنده ساچمه و فنر، واسه برگشت دنده هستش. خب پیچ و موره رو ما صفر کردیم، حالت بوش ماننده. و این فنریتی که من گفتم به خاطر اینه، زمانی که دندقه میخواد جا بره برمیگرده جا میره. این حالت ساچمه و فنره، فنریت داره. خب این قسمت خب فشنگی دندقه اینجا قرار میگیره. اینم بوکس استودیوی ما. تمامه. بدون درپوش پلاستیکی این قسمت از این قسمت زنگ قرار میگیره. این قسمت وزنگ ما وزنگ بیاریم رو به این طرف اینجوری سوار میشه. پوست رو بگی بزنیم. حالا ما میریم واسه درپوش این پوستر ما چسب میزنیم. خب نصب پوستر رو داشتیم 4 تا پیچ بلند، 2 تا این ور، 2 تا این قسمت پایین. خب اول 4 تا پیچ رو ما میبریم. چهار تا پیچ ما بستیم. تا این قسمت میخوره. بوکس لانسر رو بده. دو تا پیچ و 2 تا پیچ دیگه که اونجا پایه نشیمنگاه پایه ببندیم و بوکس لازم بدم.
پارچه رو باید محکم باشن صفر بسته شد پای ما به این حالت محکای میفته روی این پای که رو میره خب ببندش خب دوست عزیز اینجا یه نکته خیلی مهم داره نه این پایه رو در همین حالت میذاره خمش میکنیم این کج بود پایه رو میذاره صاف کنیم که دنده های ما روون جا بره زمانی که کجه دنده ها به سختی جا میره یکی از نکتهاش بریم واسه هوزینگ ما اینجا قرار گرفته میشه با دنده کیلومتر ما دنده کیلومتر داخلی اینجا ما این قسمت رو چسب میزنیم یه اورینگ میخوره جای نشیمنگاه اورینگ رو ما چسب میزنیم که نشتی آسکازین ما نداشته باشیم اینجا زدیم 3 تا پیچ داره روی هم بدیم خب این هوزینگ از داخل از این داخل با دست اینجوری میچرخونی که باید روون باشه موقع نبندی که قفل کنه باشه اینجوری دنده کیلومتر روون بچرخه اینجا بدون کاسه نمد میخوره کاسه نمد کوچیک چوبه 1 کیلومتر دنده 1 کیلومتر کوچک با خود سنسور در این قسمت نصب میشه در این حالت یه پیچم حالا 6 میخوره این از این قسمت خب قسمت هوزینگ کوچیک تموم شد این قسمت هوزینگ که دیفرانسیل رو ما بستیم این قسمت هم کاسه نمد پلوس میخوره کاسه نمد پلوس ما بزرگ داریم خب کنس بولبرینگ شفت اصلی یا شفت ورودی رو ما جا میزنیم خب اینو برمیگردونیم کامل پوستی گیربکس برمیگردونیم این حالت اینجا در این قسمت واشر تنظیم شفت اصلی یا شفت ورودی ما اینو جا میزنیم بعد از اون بدون قیفی کامل داریم
ما از مارک شرکتی استفاده میکنیم. برند خیلی خوبیه. ذره ویروس سر این شکل میزنیم. موقتا ما اینو میبندیم. بعد از آخر اگه تنظیم بازم خواست خلاصی شفت ما میگیریم. بریم واسه جمع کردن شفت خروجی گیربکس. اول مرحله دنده یک یه دونه بوش خودش رابط داره، وصل به خودش شفت، یه بوش نمیکنه، یه بوش سر این شفت. دنده یک ما مغزی، کشویی 1 و 2 دنده عقب هم روشه. این موشک رو به بالا میفته واسه دنده عقب. اینجا بوش نداره. دنده یک ما خودش بوش رو خودش شفت. دنده یک. دنده دو یه بوش میخوره. خود دنده دو ما اولش روغن کاری کردیم. دنده زیر این حالت. اگه پرس نداشتیم میتونیم اینجوری هم جا بزنیم. حالا زبونه یکم زبونه خار رو به بالا، این جای خاره تو جمع کردن بهتون میگم رو به بالا میافته. بعد خود دنده 5 دنده ها بریم واسه جمع کردن دنده ها، سوار کردن دنده ها روی پوسته گیربکس. ماهک 1 و 2 این صورت، 3 و 4 این صورت، این جفت هم میشه. بعد بیار اینجا رو بگیر. این بوش هم باید بندازی. هدایت روغنه. این مجموعه رو کلاً کامل اینجوری یک دست اینجوری سوار میشه. این حالت ما رو باید چفت هم میشه. اینجا ما 2 تا ماهک داریم. این ماهک واسه این کلن 1 و 2 3 و 4 بالا هم 5 قرار میگیره روش. اونو میچرخونی اینجا سر جاش نمید پله میفته. بدون پله داره اصلا. نگاه کن وقتی میچرخونی قشنگ زیر دستت یه پله میفته. این یکی ماهکم این نشیمنگاه قرار میگیره و اینجا هم بدون دنده عقب ما داریم. دنده عقب ما برعکس اونا شکل رو به پایین، جفتش رو به بالاه. این دنده عقب هم این کافی و هدایت روغن رو به بالا. هدایت روغن رو به بالا جاش اینجا انداختن پوست روی گیربکس زدیم. دنده ها جا انداختیم. کلا همه چیز اوکی. طریقه پوسته جا انداختن پوسته این حالت. 2 تا ماهک سر جا خودش. بدون پیشگوشی نازک بیار. این حتما باید سر جای خودش باشه. نشکنه یک موقع نشکنه.
همین یک سر هشت آزاد. خب چند تا از پیچا زلداری میبندیم پوسته رو. با یه پیش گوشتی می‌ذاریم زیر خود دنده یا حالا یه پیش گوشتی دیگه بیاد. این بالا دنده اینجور باید این خر افتاد سر جاش، باید میچرخونیم که قشنگ جا افتاده باشه. میدونم آزاد بچرخ. بعد این دهنه خار رو به بیرون بیفته، پیچا رو میبندیم زیر پیچ نمیفته. واشردار نگه دارنده بول بدین. یه دونه حالت دو شاخ داریم واسه ماهک جا افتاد. ببینم پیچش عقب رو برده چسب میزنیم که روغن نده، باسکازی نده قسمت. با بوکس 13 مانگه میبنیم. باشه که بول برینگ ها رو هم جا زدیم باشون. فاصله اندازه پله رو به پایین میریم. دوش داریم خود مجموعه دنده پنج و حالت مغزی و کشویی مثل قسمت دنده پنج. قسمت دنده پنج مجموعه رو میتونیم کلا اینجوری کلا جا بزنیم. دنده پنج شد، مغزی شد و کشویی. به این حالت حالا ما واسه صفر کردن پیم و جا نمیزنیم. خار داریم اینجا جا میکنه. این خار ما روی میل ماهک، بعد مهره، دوستان بخواید این دوتا مهره رو صفر کنی همزمان یا الان میچرخه. تو دنده پنج اینجا ماهک ما روی یه دنده، حالا 3 باشه 4 باشه 1 باشه قرار میدیم. مثلا ما باز کرده قفله دیگه، دنده قفله، حالت قفل.
میخوره. دوباره قشنگ تست میکنی دنده ها رو. دنده 5 کلا عقب جلو بشه. یه دفعه دیدی جمع کردی مثلا به سمت جلو میاد ولی عقب قفله، نه حتما باید تستش کنی، دنده ها رو یه بار تست کنی دیگه رو کار مشکلی واسه ایجاد نشه. این که پیچای بلند داره، پیچای بلنده، در پوش بالاش پیچای کوتاه. کلا یک دست این پیچا رو دور گیربکس ما کلا پیچا رو بستیم، کامل صفر کردیم. بعد این مهرهای با بکس 28 12 پر میخوره، این دو جفت مهرها که ما صفر کردیم اینا هم باید حتما پرچش کنیم. قسمت باید پرچ میکنیم. نه حتما یادتون نره 100% باید پرچ کنید. این باعث نمیشه که شل بشه مهره شما. این جرپوش رو ما چسب دادیم آخر مرحله. جرپوش رو میذاریم بعد پیچ‌های دورش هم میذاریم. Bitte schön, Juna, aber ich muss es halt. پیچم چسب دادیم واسه تنظیم واسگازینشه. تعویض روغنی ها هر موقع باز کردن با چسب بزنن. رو ببندیم. خب اینم تمام شد. خب اینی که بار اول ما بستیم یه دونه واشر انداختیم، خواستیم خلاصی اینو بگیریم. الان خلاصی اصلا نداره، هم روونه هم خلاصی نداره. اگه خلاصی داشت باید واشر تنظیم بذاری واسش. دو تا بوش داریم، بدون بوش دوتا که پشت کلنگ این قسمت میفته. بعد میره دو شاخ و اول بالا رو جا نمیدونه میره جا.
قسمت بالا این حالت نه این جالب تموم شد. خب این هم از گیربکس پژو 405 کلا 3 تا ست کارش به اتمام رسید. این هم از آموزش گیربکس پژو 405.